اینجا بازار سرپوش در شهر نیشابور، در شهرستان نیشابور استان خراسان رضویه که شاهراه اصلی بنای بازار سرپوش به دوره صفویه و الحاقیات و بازسازی در دوره قاجار هم داشته که بازار زنده سر ظهر. ببینید چقدر قشنگه این بازار، نور خورشید از گنبدهای ضربی به داخل بازار واقعا قشنگه. همینجور پیچ و تاب داره و همه شغلی هم هست، یعنی راست بازاری نیست. و برام جالب بود در بازار که ببینید برقش از زیر زمین گذر دادن. متاسفانه کیکر برقی اون شالوده اصلی بنا رو از بین برده. اینجا بازار سرپوش شهر نیشابور.